کبنه بخیره چقدر حال داده قیافه شبیه خر جنک شده بود یه چیز غر کندیانده من غر راسته نه ناموسا غر نکننده واه چیزی غر نکنه من سبی کجا غر کرده دوری این ببین ناموسا هم ببینه ایمان خسته بگرده از بس سر چت کنده آجی ولو کن واه عاد کاش نشون دیدی فکر چه خبره با جنگل جلوی لباس در سویت کمی برار ای خالد صبح داشتم در چت کنی ولو کن بس دیگه چه سنی اینترنی من جان بسه لاد نورمال می گوشی بده ماشین داره داشتم که بفهم بده من در برم چنین خاله خوشمزه است و ادلق دار روغن اونجا نرمی اسپری نرمی نداریم عزیز خب برو اون گیچ آقا بس تو زنگ زنی سریع دسته خب از زنگ بس شما رو دانی همینجا نمیشون دیگه 125 32 61 با اونجوری خب برداشت کنم توافق برای اصلا شاید برای باشه آقای بقیه مشکل نگاه بعضی بوده ما مثال که ما بیشه کله خر اصلا برای باش آقا ناموسا یه عکس دسته گرفتم که برای چه غر میکنی الان من میتونم تو گروه ببینه تو جوری غر میکنی با خدا یه دونه عکس آقایون خانما من بی جنبه نیستم ببین این بی جنبه ماشی بیجام با این باز سر من کیک زد یه کاری کرد من کاری نگردم علیکی ده غر میکنه مثلا غر نکنم غر کار دشمنه ببین مثلا غر نمیکنم ببین چیزی غر بگرده یعنی وجدان آدم یه عکس گرفته رو بلد نباشه بدی یه چیزی غر من غر نکنم دوشکه تو غر میکنی ببین اگه به میکسی کیک بشینی بگه کیک بشینی بیجام بسک از این من دیگه تیزه تو فدگوری نکن دیگه در خط خیلی خانم ببین دیدی حرفا شنیدی بی جنبه تمام تو اصلا کاری نکردی به جای خواهیمش کنه نگرم شفته خب چی کنم مگه امروز صبح نمیره پدیگو خب چی کنم تکر من بگاه بوده بگو برو یعنی میگم این جواب پیام ندیره به خدا خب برای چی؟ چی میدونم حد کار کردی هیچ کن نه نگرم سوخت نگیری علی نکن علی ماشین تازه رو عوض کردی دنده رو سه عوض کن سوخت نگیر خیلی ها من دارم مثل آدم بهت میگم دیگه نمیگیرم دارم بزن مثل دخترم غر میکنی چی بهت بگم کی بگم کسخونه میزنه خودش میگفتی چینی افتید الان بگو دارم فیلم میگم ازت بعضی بیچه من میگم هیچ کن نگردی به بگی حتی امکان نداره بگم هیچ کن نگردی بگم نه امکان نگردی بگم کس نگردی همه چی دیگه بگم هیچ کن نگردی من هیچ کن نگردی هیچ کار نکردی دخترم مثلا شت ببر کارگی نکنم ببین چیه زنگ داد به چی گفت؟ زنگ داد به من چی گفت چیه؟ علی دوی ول کن علی ببر من مثل زنگ ماده بوده کجا داری بوده هستم خونه خالم گفت چه خبره که تولد دختر خالمه گفت خب باش گفت کامر بهتر شد گفت آره بهتره گفت بعد همینطور بوده آره بهتره گفت کار نداری خدافیز شد ناراحت شد ویلکه کل ناراحت شد کی بوده این زندگی داره کیجو این زمان هم نست کشیم این خامده کیجو کیجو بودن نگاهی رود غیرتی جورت میشه دو خواهد سپیکوس ناراحت شد تو گفتی من تولد دختر خالم گوه رانه من تیم ماره گاهی نه ناراحت شد تو کی رو خواه می فوتبال من داره می فوتبال من داره پاسکال ریش اونده این سبیله